بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش درست قرآن کریم برای کسانی که در تلفظ آیات قرآنی مشکل دارند. دوستان عزیز، در درس پنجم ما و شما از آیت 25 سوره مبارکه بقره تا آیت 37 سوره مبارکه خواندیم. حالا از آیه 37 شروع میکنیم و در این درس ما دو روش به کار میگیریم. یکی که برای کسایی این تلفظ است که در آیات قرآنی را خوانده میتونن ولی مشکل در تلفظ بعضی از کلمات دارن، و دوم برای کسایی که اصلا امو کلمات با هم به اصطلاح جنگانده نمیتونن، کلمات حروف میشناسن اما کلمات با هم ارتباط دادن نمیتونن، تلفظ ترکیبی از اونا را صحیح تلفظ کرده نمیتونن، تا ای که به هر دو گروه از دوستا یک خدمت کرده باشیم. این دفعه به می شکل ما و شما درس خود پیش میبریم. پس شروع میکنیم از آیه مبارکه 37 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. خب حالا برای کسایی که مشکلشان بیشتر است، حروف اولی را باید بفهمیم که حروف عربی با حروف فارسی تفاوت زیادی ندارن، بلکه در فارسی یعنی تمام حروف عربی در فارسی وجود دارن و اضافه بر او بعضی از حروف خاص فارسی است که در عربی وجود ندارن، مثلا گاف، ژ، چ، پ، اینا در عربی وجود ندارن. باقی تمام حروف عربی عین همون حروف فارسی هستند. این حال و وقتی هجا کنیم، یکی دمی درسای قرآنی یک روش هجا است که روانه ای که اونمی قسم که حالا خواندیم روان میخوانیم و هجایی که امی حروف با هم میجنگانیم. این حال ما و شما برای از همون دوستایی که کاملا مشکل دارن حروف با هم جنگانده نمیتونن، ما ایره همین کار میکنیم در اینجا. قاف، اول باید بفهمیم که علاوه به حروف در عربی حرکات هم است، مخصوصا در آیات قرآنی حرکات عبارتند از زبر، همون که مثل علامه منفی که در بالای یک حرف می باشه، زیر که در پایینش همی علامه می باشه، پیش همون مثل یک واواری و کوچک که در بالا می باشه و ساکن که و تقریبا مثل واو است ولی یک کمه که ما بینش خالی است و یک کمه که تفاوت دارم و دیگه شد است که اونمو 3 دندانه دارم. این حال وقتی که بجنگاریم در اینجا در قل نهبطو میگیم قاف همراه لام میشه قل، قاف لام میشه قل. باز نون اینجا 2 الف، بعد از نون 2 الف است، یک الف از خود قلناست، یک الف از اهبطوس. این الف ها چون بسیار ضعیف هستند در این تلفظ، وقتی که یک حرف دیگه که او شد باشه، شد داشته باشه یا ساکن بوده باشه، او بیایه بازی الف ها از بین میرن. مثلا ما نمیگیم که قلنا اهبطو، این غلط است، میگیم قل نهبطو. میبینین که نون همراه هی مستقیما در تماس میشه و 2 الف تلفظش از بین میره، اما در نوشته باقی میباشن. قل نهبطو منها. خب قل نهبطو وقتی گفتیم قاف لام پیش قل، نون ه زر نه، امی زبره در اصطلاح امی دروس قرآنی زر میگن، برای از اینکه تلفظش آسان‌تر شود. زیر زیر میگن، پیش میگن و ساکن میگن به این ترتیب. این حال وقتی گفتیم قاف لام پیش قل میگیم باز نون ه زر نه، یعنی نون همراه ه که میجنگه میشه نه. بی زر بی، توی و پیش تو. ایره باید بگوییم که یک حرف اگر از امی حرکات 3 گانه قاف، چی همزه، چی زبر زیر پیش می داشته باشه، او به تنهایی خودش میتونه حرکت کنه. اما اوی که نداره، ساکن داره سرش، بازو با کمک حرف ما قبل خود حرکت میکنه. مثلا قل نهبطو بی زیر بی که گفتیم توی و پیش تو، توی همراه واو یک جای میجنگانیم، یک جای تلفظ میکنیم. و الفی که بعد از قل نهبطو میآید، این الف در اینجا بازم تلفظ نمیشه. ایتو نمیگیم که قل نهبطو، این رقم گفته نمیشه، میشه قل نهبطو، چون الف ساکن است و ضعیف است. میم نون زیر من همراه ساکن یک جای تلفظ میشه، میم نون. هی الف زرها، الف هم چون ساکن است همیشه از این خاطر همراه هی یک جای تلفظ میشه، منها میشه. جیم زر جا، میم یا زر می، عین 2 زر عن. اینجا امی 2 تا زبر، یک زبر خونمو زبر است، حرکتش مثلا بالای فی باشه میشه فا،
بالای عین باشه میشه ا، بالای الف باشه میشه ا. ولی وقتی که دو تا زبر بیای ایره تنوین میگن. این تنوین باز صدای نون میتن. دو تا که بالا باشه او تنوین است، دو تا پایین هم باشه دو تا زیر او هم تنوین است، دو تا پیش هم که باشه او هم تنوین است. صدای نون امرای امو تلفظ زبر یا زیر یا پیش صدای نون ما شما تلفظ میکنیم. در اینجا هم جمیعا جیم زرجه میم یا زیر می عین نون زرعن عین دو زرعن، یعنی امروی الف گفته نمیشه، امروی الف یک جای تلفظ میشه میگیم عین دو زرعن میشه جمیعا. فی ظرفه الف میم زیر ام، میم الف زر ما میشه اما. گفتیم که همین شد یک حرکت بسیار قوی است و او یک کمکی هم تو قوی تلفظ میشه. اما میگیم. فاما بگوین غلط میشه. فاما یا هم زریا چون ساکن است الف، تی زیر تی یا نون زرین چون نون شد داره یا امرای نون می جنگه یا نون زرین میشه. با شد چون امو شد وقتی که سر یک کلمه می باشه به این معنی است که امو کلمه تکرار شده دو دفعه. میگیم که یا نون زرین، باز میگیم نون زرنه، باز میگیم کاف میم پیش کم یأتین کم. باز میم نون زیر من میم هم اینجا شد داره که امو کاف همراه از او باز می جنگه یأتین کم میگیم. باز میم همراه نونم می جنگه با شد میم نون زیر من. باز نون یا زیر نی چون یا ساکن داره نون یا زیر نی میشه منی. هی پیش هو دال دو زردن، اینجا هم یا تلفظ نمیشه یا ساکن است تلفظ نمیشه، گفتن نمیتونیم هودین، این غلط میشه. هودن یا تلفظ نمیشه برای که ساکن است. هودن فی ظرفه میم نون زرمن فمن تی زرته بی زربی عین زرعه تبعه. یعنی گفتیم حروفی که خودشان حرکات داشته باشن اما حرف با تنهایی خود تلفظ میشه. تی زرته بی زربی عین زرعه، اینجا حروف جنگانده نمیشن. فمن تبعه هی پیش هو دال الف زر دا هودا یا زریه یا هودا یا. فی ظرفه لام الف زر لا فلا خی و زر خو فیدو پیش فن. گفتیم که همین دو تا پیش یا دو تا زبر دو تا زیر اینا صدای نون میتن. اینجا و با امو صدای امو زمه یا هم پیشی که هست امو قسم ما شما امو را تلفظ میکنیم خوفون میگیم. یعنی دو تا پیش که بوده باشه ما این را گفتن نمیتونیم که چون نون است میتونیم بگویم خوفن یا چون صدای نون میتونه یا خوفن یا خوفن. نه، امروی امو صدای زمه یا امو صدای پیش تلفظش میکنیم میگیم فلا خوفن عین زرعه لام یا زلی هم زیر هم علیهم و او زروه لام الف زلا ولا هم پیش هم ولا هم یا حزریه زی زرزه نون و پیش نون زرنه یحزنون یا یحزنون چون همون گردک که باشه اونجا استاد میشه آیت تمام میشه. واو لام زرول اینجا هم شد است. واو امرای الف از بین میره، الف تلفظش از بین میره. واو امرای لام می جنگه میشه واو لام زرول. باز لام زله چون گفتیم که شد که باشه و حرف دو دفعه تلفظ میشه. ولا ذال یا زرزی والذی نون زرنه والذین کاف زرکه فی ظرفه و پیش رو کفرو. اینجا هم الف تلفظ نمیشه، الف همیشه نشته میشه در جمع ولی تلفظ نمیشه. کفرو گفتن نمیتونیم. والذین کفرو واو خودش کفایت میکنه الف تلفظ نمیشه. واو زروه کاف زال زرکد زال زرزه بی واو پیش بو کذبو. اینجا میبینیم که الف تلفظ نشد کذبو. بی زیر بی الف زر دو تا الف است و الف که خوردم الف است. الف دو تا الف که یک جاشا میشه بی زیر بی الف زر میشه. یا الف زر یا یک الف دیگه هم الف خورد سر یاست و هم همراه الف تلفظ میشه بی یا. تی زیر تی نون الف زر نا بی یا تینا. الفا پیش او لام الف زر لا همزه زیر ای که زر که اولائکه
الف ساز زر اس، هی الف زر ها، ب نون پیش بن، نون الف زر نا، ری زر ری، اصحاب الناری، هم میم پیش هم، فی زر فی، هی الف زر ها، فی ها، خی الف زر خا، لام زر لی، دال واو پیش دو، نون زر نا، خالدونا یا خالدون، یا الف زر یا، بی زر با، نون یا زر نی، یا بنی، الف سین زر اس، ری الف زر را، همزه یا زر ای، لام زر لا، اسرائیل. باز لام همراه اونجا چون دال سر زال یک ساکن است، لام همراه زال یک جای میشه، همراه از او به اصطلاح می جنگه، لام از امی الف از بین میره تلفظش. یا بنی اسرائیل اذکرو، ایتو گفتن هم میتونیم یا بنی اسرائیل اذکرو، ایتو غلط میشه، برای از اینکه لام همراه زال می جنگه. یا بنی اسرائیل اذکرو، کاف پیش کو، ریو پیش رو، یا بنی اسرائیل اذکرو، اینجا هم الف از بین رفت. نون عین یا زر نه، میم زر ما، تی زر تی، یا لام زر یل، اینجا هم چون شد دست بالای لام یا همراه لام می جنگه میشه، یا لام زر یل، باز لام تنها هم تلفظ میشه، لام زر لا، تی یا زر تی. و یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی التی، الف نون زر ان، عین میم زر عم، تی پیش تو، انعمتو، عین زر ع، لام یا زر لی، کاف میم پیش کم، علیکم، واو زر و، الف واو زر او، فی واو پیش فو، و اوفو، بی زر بی، عین هی زر اه، دال یا زر دی، بی عهدی، الف واو پیش او، فی زر فی، اوفی، بی زر بی، عین هی زر اه، دال زر دی، کاف میم پیش کم، بی عهدکم، واو زر و، الف یا زر ای، یا الف زر یا زر یا، و ای یا، فیر زر فر، الف از بین میره، الف تلفظش از بین میره، فیر زر فر، هی زر ها، بی و پیش بون، نون زر نی، فرهبون، واو زر و، الف زر آ، میم زر می، نون واو پیش نو، و آمینو، بی زر بی، میم الف زر ما، بیما، الف نون زر ان، زی لام زر زل، تی پیش تو، انزلتو، میم پیش مو، صاد دال زر صد، دال زر دی، قاف لام زر قل، اینجا چون لام دیگه لامی که بعد از الف از شد داره و قویست، از این سبب امی قاف همراه لام مستقیما برخورد میکنه یا همراه او میجنگه و با مو یک جای تلفظ میشه، الف از بین میره. ایتو گفتن میتونیم مصدقا لما، این غلط میشه، مصدقل لما، میم زر ما، عین زر ع، کاف میم پیش کن، معکم، واو زر و، لام الف زر لا، ولا، تی زر تا، کاف واو پیش کو، نون واو پیش نو، ولا تکونو، الف واو زر او، واو زر و، لام زر لا، اولا، کاف الف زر کاف، زر فی، ری زر ری، رد زر رن، بی زر بی، هی زر هی، کافرم بهی. اینجا هم حرف اقلاب است، ایرا قبلا گفته بودیم که هم یک میمه که خورد نوشته شده و ایرا باز احکامش بعدا میگیم، منتها شما حالا اما قبل فهمین که امی نونی که امی تنوین که گفتیم، امی صدای نونه که میته، ایده اینجا وقتی که امی میمه که خود باشه میم تلفظ میشه، مثلا کافرن بهی نمیگیم کافرن بهی گفتیم غلط است، کافرن بهی، بزر بی، هزر هی بهی، واو زر و، لام الف زر لا، تشین زر تش، تی زر تر و پیش رو، ولا تشترو، بی زر بی، الف زر آ، یا الف زر یا، تی یا زر تی، بی آیاتی، سی زر سه، میم زر من، نون دو زر نن، سمنن، قاف زر قل، لام یا زر لی، لام دو زر لم، قلیلن، باز لام هم امرای واو می جنگه، قلیلم و تو تلفظ میشه، واو زر و، الف یا زر ای، یا الف زر یا زر یا، و ایایا، فی تی زر فت، تی زر تب، قاف و پیش کون، نون زر نی، فتقون، واو زر و، لام الف زر لا، تی لام زر تل، بی زر بی، سین لام پیش سل، اونجا هم ساکن است، امرای از او می جنگه، همی سین امی واو هم تلفظ نمیشه، ساکن است، الف هم و الف دیگه هم مستقیما میگیم ولا تلبسل، هی قاف زر حق، قاف زر قا، ولا تلبسل الحق. اگر تو بگوییم که ولا تلبسو الحق غلط میشه، ولا تلبسو الحق، بلام زر بل، بی الف زر بات، توی زر تی، لام زر لی بالباطلی، واو زر و، تی کاف زر تک، تی پیش تو، میم پیش مو،
میم لام پیشمول بازم اینجا واو 2 الف در تلفظ از بین میرن و میم مستقیما همراه همون لام که ساکن داره یک جای میشه و تکتمول هی قاف زر حق قاف زر حق و تکتمول حق و زر و الف نون زر انت من پیشتم و انتم تی عین زر تا لام زر لام میم و پیشمون نون زر نه تعلمون و زر و الف زر قاف یا زر قی میم صاد پیشموس اینجا هم 2 الف و واو از بین میرن در تلفظ و همراه صاد و میم همراه صاد مستقیما در تماس میشه و قیموس صاد زر سه لام الف زر لا واو اینجا تلفظ نمیشه چون همو الفی که بالایش هست اونمو الف صدای همو الف تلفظ میکنیم تیزر تا و اقیموا الصلاة اینجا نمیگیم و اقیموا الصلوات غلط میشه صلوات جمع صلات است بازو جمع میشه بازو غلط میشه و اقیموا الصلاة و وزر و الف الوزر آ تیز پیشتوز اینجا واو امرای 2 الف از بین میره چون ز شد داره میشه و آتوز زی زرزه کاف الوزر کا تیزر تا و آتو الزکات اینجا واو و همو چون سرش الف است صدای الف میته و آتو الزکات میگیم و ریزر ور کاف زرکین و پیشعو ورکعو میم زرما عین ریزر هر ریال زرا کاف زرکی عین یا زرعی نون زرنه ورکعو مع الراکعین الوزر تی میم زر تم اینجا الف از بین میره میم پیشمو ری و پیشرو نون زرنن شد است نون البزنا سین زر سه اتأمرون الناس ایره اگر ما شما اتأمرون الناس بگویم غلط میشه و الف تلفظش کاملا از بین میره اتأمرون الناس بلام زر بل بری زر بر ری زر ری بل بر ری و زروات تینون زر تن سین و پیسون زر نه و تنسونا الف نون زر ان فی پیش فوس سین زر سه کاف من پیش کم انفسکم و زروات الف نون زر ان تی من پیشتم و انتم تیزر تت لام و پشلو نون لام زنل کاف زرکی تی الف زرتا بی زربه و انتم تتلون الکتاب اینجا همین تویه که در بالاست توی خورد این علامه وقف است این وقف مطلق میگن که باز ما این را براتون تشریح میکنیم که این را تفاوتش با او میم که او هم علامه وقف است چیست این را باز میگیم براتون اما اینجا وقف میکنیم و انتم تتلون الکتاب الف زر اف زر فلام الف زر لا افلا تی عین زر تا قاف زر قی لام پیشلو نون زر نه افلا تعقلون و سین زر وست تی زر تا عین زر عین نون پیشنو واستعینوا بصاد زر بس صاد بی زر صبر زری بالصبر و صاد زر وست لام الف زر لا تی زر تی و الصلاه اینجا مو از بین میره بالاش مؤلفه کس الف تلفظ میشه و الصلاه اینجا ما توی وقتی که وقف میشه بازم این تیره صدایش از بین میره به هی تبدیل میشه و الصلاه میگیم و الصلاه و زروا الف نزر این نون زنه هی الف زرها و انها لام زرلا کاف زرکی بیا زربای ری زره تیدو پیشتون لکبیرتون الف لام زر الا الف زرلا الا این زرعا لام زرلا لام این جمعیه از بین میره علیل نمیگیم علل لام با لام دیگه میجنگه علل میشه خی الف زرخاز شین زرشی عین یا زرعی نون لام زرنل الا علی الخاشعین لام زلا زال یا زرزی نون زرنا الذین اینجا همو سر همو گردک علامه لا که موجود است به این معناست که میگه براتون که اینجا وقف نکنین الا علی الخاشعین الذین میخوانیم یا زریه زوینون پیش زنون و پیش نون زرنا یا ظنون الف نون زر ان نون زرنا هم پیش هم انهم من پیشمو لام الزلا قاف و پیشقو ملاقو ری بزر رب بزر بی هم زر هم ربهم و زروا الف نونزر ان نونزر نه هم پیشم و انهم الف زر ای لام یا زر لیه زر هی الیه ری الف زر را جم زر جی عین و پیشعو نونزر نه راجعون یا الف زر یا بزر با نون یا زر نی یا بنی الف سنزر اس ری زر را ری الف زر را همزه یا زر ای لام زلا اسرائیل لام زلز اسرائیل کا پیشکوری و پیشرو اذکرو یا بنی اسرائیل اذکرو نون زرنی نون عین زرنی میم زرما تی زرتی یا لام زریل لام زلا تی زرتی نعمتی التی الف نون زر ان عین زرعم تی پیشرو انعمتو عین زرعا لام یا زلی کاف پیشکم علیکم و زروا الف نون زر ان نون یا زنی و انی
في ضاد ظرفب ضاد لام زرزل تی پشتو کاف پشکم فضلتکم این زرعه لام زلل گفتیم که امی یا هم از بین میره الف از بین میره تلفظ علیل نمیگیم علل امی لام که زبر داره امرای لام دیگه که ساکن است مستقیما یک جای میشه علل این الزرعه لام زلل میم یا زرمی نون زرنه علل عالمین و تزروت تزرتا قاف و پیش قوت تقو یا وزر یوم میم دو زرنه من یومن یومل باز میم امرای لام چون شد داره یک جای میشه میجنگه یومل میگیم یومل نمیگیم ام صدای نون از بین میره یومل لام الوزلا یومل لا جیم زر تجزی زیازرزی تجزی و تقو یومل لا تجزی نون فیزن نف سین دو پیسون نفسون این نون زرعن نون زرنه این امرای این نون دیگه ساکن است نون اول امرای نون دوم مستقیما می جنگه عن نفسن میشه عن نفسن نون فیزر نفس سین زر سی عن نفسن شین یازر شی امزه دوزر ان شیئن اینجا امی امزه امرای امی واوی که بعدا میایه و شد داره امروز یک جای میشه می جنگه شیئا میخوانیم شیئا و زر شیئا و لام الزلا ولا یا قاف پیش یق به ضربه لام پیشلو ولا یقبلو میم زر منه الزرها منها شین زر شفی الزرفا این زرها تیدو پیشتون شفاعتون اینجا امو تی امروی واو که شد داره می جنگه همی شد بسیار قوی است شفاعتون و زر شفاعت و لام الزلا یا امزا پیشیو خیزر خز پیش زال پیش زو ولا یؤخذو میم نون زر منه الزرها منها این دال زرعت لام دو پیشلون اینجا هم لام امرای واو باز چون شد دارم می جنگه عدلو واو زر عدلو و میشه لام الزلا هم پیشم ولا هم یا نون پیشیون سال زر سر یا پیشرو نون زرنه ولا هم ینصرون حالا یک دفعه هم روانش میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اینجا وقتی که صدایتون در یک آیت صدایتون یک ذره مشکل پیدا میکنه نمیتونین که او را نفستون تنگ میشه باز میتونین توقف کنین باز همون آیت پس از سر بگیرین ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظیم. از دعایتان فراموش نکنین، از دعای خیرتان فراموش نکنین. خدا حافظ تا درس دیگر.